جای دور بودم مقصد تلفن نبود. ول با گاوزو دقت آه کای گاوز دی من اوزی قطعه رو گردم مختزازم. در کجای آخری یک باید درستی کجا بوده که من نمیدونستم با همینجا بودم. در کجا آخری در کجا قرار داری راسیه کجاش ده نی وقت شو زنگ نمیزدی اتاق چطور در جای بودم که راسیه از بود نه تلفن. هم خیلی جولی هم هست در روی زمین کجا خاک. سلام علیکم برادرای عزیز. ای بچک یافت شد الحمدلله ساق سلامت بده زنده بده. امامов عبدالغفار گفتم از ناحیه رودکی جماعت چورگلتپه کو این بچک الحمدلله ساق سلامت پیدا شد. زنگ زده الک همراه خانگیشون صحبت کرده. خب دین من هم زنگ زدگی بود اول دادام همین گپ زدگی دین انگینش هم نمونم ولی اول یاد گپ گم شما تا آخر گوش کنین همین گپای من و فکر اختونا در کامنتار حتما نویسونین لایک موندن و کامنتار کردن فراموش نکنین برادرای عزیز. بو نگاه کنین برادرو روزی که من همین ویدیو رو برآوردم در همونجا گفتگیم که خوندگیم اس ام اس که من در روی کردگی ای اما اپاش روی کردگی اس ام اس که من همو اس ام اس خوندگیم همین خیل در همونجا پیش بچهای هیورش پیش هیوراش اومدگی نویسندگی بود. من هم همون چیز نویسندگی بود اول خونده خمیدم اومدم ایالا همین یک خطاگی کوچکی که در همون جمع پیش خسر بچه‌هاش نگفتم و پیش حیوراش گفتگیم همین گپا همین قپیدیان همین کامنتاریای هم ویدیو را بر بیننده اوزی همین گپا قپیدیان مردم و همین بعضش حقارت کردسای بعضش پریکول کردسای که اسماعیل تو حیوار گفتی حکای راز نیست خسر بچه شای یا حیوار شای مهم شما فهمیدین مقصد ویدیو چی بود. خیلی اگه در چیز نویسندگی بود من اول از سراسیمه بودم همونجا با گفتگیم که برادرو بخشش زیاد همین ویدیو کانت در سراسیمه کار کرده بودم همونجا حجامه گرفته بودم دستم در پریچاتکی هم زدگی حجامه دادری بچکا بچه ها شتگی حجامه گرفته بودن با اونم بچه ها خودشون هم شویدن که من همین تلفن همون اپا به حد التماس بسیاری بد کرد من دیگه همین گرفتم این تلفن دیگریم قطعا گیریان کردم و خواندم اس ام اس ویدیو کردم سراز گرفتم پارتفتم شد الحمدلله خیلی در بین 2 روز پیدا شدم میادم همون سنتیابر بینمون نشان شدگی بود. خیلی نشوین برادرو خطاگی یا برادرتون دیدین سراز دوای همون خطاگی شنا قپینو سیاه نکنین و گپای نجو نزنین خیلی فهمین یا دیگر فهمی کردن در کار آدمی ای من هم گفتی و گپا رابط نیستم که آیوهان ساخته شدگی نیستم که قگپ در خاطرم گیرم من همون نویسندگی چیزی که هست همه خوندم و ویدیو کردم ایالا برادرو اگر اجازت باشه در همین جا که ویدیو سه تاگ رکلامک بونم رکلامک رو تماشا کنین و کدومتون دکی همین خدمت رسانی ها لازم باشه زنگ زنین اینو ما گپ زنیم بعد دیلیپور اینجا رقمای تلفنی که میبره شرکت حج سنتر کدام نفرایی که حج عمره سفر کردنین یا اینکه حج فرضی سفر کردنین شرکتی که با باوری ای طول چندین سالها شد که کار و فعالیت میکنن چندین برادرای تاجیک خدمت اصحاب این همین برادرایی که بلاگری میکنن و بلاگران همین شرکت قطعی سفر کردگان به خانه الله آفیسشون در فود سیتی ای اینجا ولی من آدرس های آفیسشون هم میمونم رقمای تلفنشون اینجا در برآمدگی ای کدامت که سفر کردنین به خانه الله زنگ زنین همین رقمو دا امروز همین قریجان صحبت کنین اودی نرخ نباش همش معلوماتاش هم متیتونه و این چونین کدام نفرایی که از نام شبکه اسماعیلی تاجیک مراجعت کنین ان شاء الله که صاحب تحفه ها هم بشین و ان شاء الله که در همون نرخنامه‌ش هم یک سکیتکای خوب هم هست زنگ زنین درود به شما دوستان عزتمند. شما خواهش خریداری دوخی های خوشبوی داروهای طبابتی برای همه گونه بیماری ها و جای نماز و تسبیح و هر گونه لباس های زیبا را دارید پس امکان دارید این گونه چیزها را با صفت بلند و نرخ دسترس از مغازه زمزم مارکت خریداری نمایید. سراغ ما شهر مسکو پراسپکت میرا کوچه شبکینا 31 تلفن برای تماس +7 915 442 16 73 Moskva granica zaštitanja raqamoj telefoni Akad Muhammad Rahim dar ro'y ekran mebro zang zanen insoni باوریای badili pur ay Moskva و پاد مسکو میگیرن میبرن گرانیتا بعد لیپور میگذارن تو میبرن در همین مسکو میفرستن این رقمای تلفنش